درود و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز. من شیرزاد سفری هستم، نماینده کیهان نوین، خبری کیهان نوین نروژ هستم. اومدم مسابقه از بچه‌ها بگیرم که امروز برای چی اومدن اینجا و جریان چی هستن کلا. درود در شما، خودتون رو معرفی کنید. درود، من علی دشتستانی هستم. امروز به فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی و اتحاد دور هم دیگه جمع شدیم تا با هم همصدا در علیه جمهوری ننگین اسلامی اعتراض خودمون رو اعلام کنیم و از همینجا بگیم که ما این دهه زجر رو نمیخوایم و یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ ما همین دهه زجر هستش. و نظرتون در مورد چی هست؟ چجوریه؟ بله، همینطور که خودتون مشاهده کردین، ما امروز مشاهده کردیم که تمام دوستان از تمام حزب‌ها و گروه‌ها دور هم جمع شدیم و همه با هم یک صدا با هم اتحاد داشتیم و خواهان براندازی جمهوری اسلامی. با سپاس از شما. متشکرم از شما. خواهش میکنم امیرخان داریم، حالا خودشون رو معرفی میکنن و ازشون سوال میکنیم که امروز برای چی اومدن اینجا و نظرشون در مورد اینجا و اتحاد بین پرچمداران و پادشاهان چی هست. خودتون رو معرفی کنید. خواهش میکنم. امیر نویی هستم. درود بر شما بینندگان عزیز و با سپاس به شما. امروز به دستور فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تشریف بردیم اینجا، گردهمایی کردیم برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. همه جمع شدیم اینجا، متحد شدیم، گردهمایی کردیم که بتونیم در مقابل جمهوری اسلامی ایران مبارزات خودمون رو علیه اونا نشون بدیم که ما میتونیم و انشالله که عملی میشه. و چیزی دارم خواستم براتون بخونم. 35 سال پیش در روز شوم 22 بهمن 1357 حکومت مستقر بر ایران فرو ریخت که از نظر ما فرارسیدن سالگرد این گونه روزهای تلخ برای ملت و شیرین برای حاکمان غاصب و کوشش‌های حکومت خودکامه برای تبدیل کردن این روزها به هنگامه بازیابی حقانیت خیش برای مردم رنج دیده نیز فرصتی است تا با احترام از شرکت در نمایشات حکومتی با خانه نشینی و با عدم حضور در خیابانها نظر خود را نسبت به ماهیت کل این حکومت شرمسار وارد کنند. ممنونم. مرسی. با سپاس. امروز برای چی اومدین اینجا و به چه مناسبت؟ خودتون رو معرفی کنین اول. من محمود بوستانی هستم، پناهجوی ایرانی. سال 2009 اکتبر 2009 به اینجا اومدم. الان روز خاصیه، روز 22 بهمن، روزی که بایستی نه بزرگی به جمهوری اسلامی بگیم. تمام گروه ها و سازمان ها اومدن اینجا جمع شدنه و ما مخالفت خودمون رو به جمهوری اسلامی، این حکومت جنایتکار و خونریز اعلام می‌کنیم. نظرتون در مورد اتحادی که بین بچه‌های پرچم و بچه‌های پادشاهی خواب بوده، لطفا نظرتون رو بگین و اینجا کجا هستش که الان ما جلوی سفارت جمهوری اسلامی، این پایگاه جاسوسی نظام جمهوری اسلامی هستیم. اتحاد بچه‌ها خیلی خوب بود. الان همه با هم یک صدا نه بزرگی به جمهوری اسلامی، نظام خونخوار اعلام کرد. درود بر شما. در کنار یکی دیگه از فعالان سیاسی هستیم، لطفا خودتون رو معرفی کنین و اینجا کجاست و برای چی اومدین؟ من خاطر لطفی هستم. اینجا استکهلم ما جلوی سفارت جمهوری ننگین اسلامی وایسادیم. من از سودرهام اومدم. اینجا گروهی از فعالین سیاسی داخل سوئد از تمام احزاب و عقاید سیاسی جمع شدیم که اعتراض کنیم به این حکومت و به این روز که حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی خودش رو به ملت ایران تحمیل کرده و خودش رو در سراسر جهان نماینده می‌کنه. با درود شما، زهرا لطفی هستم، معروف مهرنوش. امروز 11 فوریه هستش، مصادف هستش با 22 بهمن. روز ننگینی هستش که در تاریخ کشور ما ثبت شده. ما امروز جمع شدیم که اعتراض کنیم به این حکومت ننگین، این حکومت ضد زن، به این حکومت فاشیستی و از شهر سودرهم من اومدم. درسته. نظرتون در مورد اتحاد بچه‌هایی که کمونیستن و پادشاهی و نگهبان پرچم چیه؟ این به نظر شما این جمع چجوریه؟ چجوری به چشم شما؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. اتحاد خیلی مهمه، نقش مهمی داره برای براندازی این رژیم. یعنی این اپوزیسیونری که در خارج از ایران هستند با اتحاد در عمل نشون میدن که ماها خواهان براندازی رژیم آخوندی ایران هستیم و این اتحاد در عمل زمانی میتونه موثر باشه که ما بیایم تو این اعتراضات و این تجمعات اعتراضی که در خارج از ایران تشکیل میشه شرکت کنیم و صدای هموطنانمون باشیم در سرتاسر دنیا، صدای زندانیان سیاسی، صدای زنانی که در جامعه حکومت ایران زیر ستم هستند، به امید روزی که ایران آزاد، به امید دموکراسی. مشاهده دوستان عزیزمون اومدن اینجا برای 22 بهمن به اعتراض به جمهوری اسلامی. در خدمت یک از فعالان سیاسی هستیم. میخوایم ازشون سوال کنیم که اول خودشون رو معرفی کنن و برای چی اومدن اینجا در کنار سفارت جمهوری چه صدایی رو میخوام به مردم ایران برسونن. خواهش میکنم. با سلام خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، بنده مژگان منصوری هستم که به همراه فرزندانم از شهر شلخته‌او به استکهلم اومدیم تا این روز ننگین 22 بهمن که به سال میلادی 2014 میشه 11 فوریه. من یه جلد تظاهرات داشتم که امروز بار دیگر انزجار و نفرت خودم رو نسبت به این رژیم نمگین جمهوری اسلامی اعلام کنم و در کنار گروه ها و هموطنان دیگر متحد شویم تا براندازی این رژیم ننگی. نظرتون در مورد اتحاد بین بچه‌های کمونیست و پادشاهی و پرچمداران چی هست؟ به نظر من خیلی عالی بود. امروز هماهنگ بودن همه بچه‌ها با هم و هیچ مشکلی پیش نیامد و ما با همین اتحادمون خیلی راحت و خیلی سریعتر میتونیم به هدفمون برسیم تا براندازی این رژیم ننگین جمهوری اسلامی و برکنار رفتن خامنه‌ای مزدور. سپاسگزارم. ما در کنار از پناهجویان هستیم که آزادیخواه هم هستش، اینجا هستش در کنار سفارت جمهوری اسلامی. خواستم نظرش رو بپرسم که برای چی اینجاست و نظرش در مورد این اتحادی که بین بچه‌های پادشاهی‌خواه و آزادیخواه هستن، نظرش رو خواستم بپرسم. خودتون معرفی کنین و بگین برای چی اومدین اینجا. درود بر شما. پیمان لرستانی هستم. ما امروز در جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی گرد هم اومدیم و این رو می‌خواستیم به جمهوری اسلامی نشون بدیم که این حلقه های اتحاد روز به روز بزرگتر و مستحکمتر خواهد شد و از این گرد همایی‌ها بترسه، چون ایرانیان از هر گروه، از هر حزب با توجه به متحد شدن و براندازی حکومت جمهوری اسلامی که بزرگترین هدف همه ایرانیان هست گرد هم میایم. نه در اینجا بلکه در جای جای دنیا این حلقه های اتحاد داره بزرگتر و بزرگتر میشه به امید روزی که ایران آزاد باشه. با تشکر از شما. با درود. کنار آصف کیا هستیم. میخوایم سوال کنیم که امروز برای چی اومدن اینجا و اینجا کجاست و نظرشون در مورد این جماعتی که اینجا پشت سر ما هستن چی؟ درود بر شما و بینندگان شنوندگانتون. امروز اومدیم با دوستانمون در کنار هم اعتراض کنیم به جمهوری اسلامی و سیستمی که توسط ایدئولوژی اسلامی 35 ساله داره بر ملت ایران حکومت میکنه و امیدواریم روزی ملت ایران در کنار هم دست به دست هم بدن و این رژیم رو از بین ببرن و واژگونش کنن به امید ایرانی آزاد و آباد. سپاسگزارم. سپاس. خبرگزاری کیهان نوین هستم، نماینده کیهان نوین هستم. اینجا اومدیم در کنار سفارت جمهوری اسلامی، در پشت سر من هستش اگه توجه کنید. اومدیم یه گزارشی تهیه کنیم برای کیهان نوین و امیدوارم که همه اپوزیسیون با هم دیگه اتحاد کنن و این اتحاد بزرگ بتونه حداقل جلوی جمهوری اسلامی و اعدام هاشو بگیره. خداوند نگهدار ایران باد. بدرود.